سلام دوستان، من فراز هستم. امروز میخوایم با هم یه ویدیو دیگه از Red Dead Redemption 2 که در مورد 37 تا یا کل چیتایی که توی آفلاین میتونید بزنید رو بهتون بگم. قبل از اینکه ویدیو شروع شه لطفا منو سابسکرایب کنید و لایک کنید و نظر بدید. حتما نظراتتون رو میخونم. اگه خوشتون اومد بازم از این کلیپ ها میذارم. اول از همه شما اگه میخواین چیتاتون رو وارد کنید باید دکمه آپشن رو بزنید، بعد برید توی ستینگ، بعد تو ستینگ مثلث رو بزنید، بعد یه عالمه چیزای خالی میاد که اونجا دوباره رو هر کدوم مثلث رو کلیک کنید و من الان اون نوشته مورد نظر رو بهتون بگم بزنید، چیزتون فعال میشه. جدا از اونم این چیتا فقط جنبه فان دارن و نه میتونید سیف کنید نه میتونید باشون میشن برید. همین. خب بچه ها، برای اینکه بتونید چیتا رو وارد کنید باید بعضیاشو کل مرحله رو رفته باشید، بعضیاش هم نه، میتونید همون اول بازی وارد کنید. بعضیاش هم باید برید توی شهرهای بزرگ مثل سین دنیز و لتان، جایی که روزنامه فروشی هست، کل روزنامه هاشو بخرید بعد چیتا رو وارد کنید. این یکی از قانونهای بازی، یعنی همون نیست الا وقته که اول بازی برید وارد کنید. پس یادتون نره برید روزنامه رو اول بخرید. خب دوستان، اولین رمز اینفینیتموه. میتونید خشاب خیلی زیاد داشته باشید تا آخر، این تمام نمیشه. بعد بچه دقت کنید که وقتی رمزا رو میزنید عین خودمون باشه، بزرگ کوچیکیش، و آخرش فاصله نندازید، یعنی اسپیس رو نزنید آخر چون قبول نمیکنه. عین خود این باشه حتی نقطش. رمز دوم A simple life a beautiful death. و درباره بیسیک وپنز، یعنی تفنگ‌های خیلی ساده اول بازی هن، مثل چاقو و چند تا شاتگان جدید. رمز سوم Greed is American Virtue. در مورد یه چند تا دیگه از تفنگ هاست، مثل دوتا کلته و یه رایفل و یه اسنایپر. Death is Silence. رمز چهارممونه، اونم در مورد تبر و نارنجک و اون آتیش و اینجور چیزاست. بعد دیگه بهتون بگم History is written by fools. رمز پنجممونه که در مورد، ببخشید این یکی در مورد همون کلت و ایناست. اون کلتی که بهتون گفته بودم اون یه ذره پیشرفته ترشه، این ساده ترشه. رمز شما که فاگ آف وار نوشته کل مپ رو بهتون نشون میده، آزادانه هر جای مپ رو میتونید ببینید دیگه، بسته نیستش. این واسه کسایی که مثلا تازه بازی رو شروع کردن میخوان مپ رو ببینن. رمز شیشممون Greed is now a virtue. در مورد اینکه پول بهتون میده که خیلی به دردتون میخوره. اینجوریه که اینجوری کار میکنه که پولو میزنید، بعد هر چی روش ضرب در کنید 500 تا 500 تا بهتون میده. رمز بعدیمون درباره تمام لباس هاست. خب که هر چی لباس داشته باشید، چه از اونایی که از حیوونا به دست اومده چه عادی، براتون میاد. رمز بعدی learn all recipes. هر چیزی که داشته باشید مثل اون خوراکیا و مشروب و سیگار و اینا، همه چیتون پر میشه. رمز بعدیمون شیر که خیلی آسون زدنش و اینا. اگه مثلا تو باد هنوز تموم نکرده باشید بازیو، میتونید کل اون کمپ و ایناتون رو آپگرید کنید. بعدیمونم این آنری رو، همون افتخارتون رو خیلی میبره بالا. اولیش. دومیش آنری همون افتخارتون رو خیلی میاره پایین که الان بهتون نشون میدم. بزنید روش بیاید بیرون، آنرتون تا ته میاد پایین. و بعدیش هم که ریست آنر، کلا ریست میکنه آنرتون رو و میاد به همون جای نرمالی که بوده. این تا اینجا. خب بله، رمز بعدیمون رو میبینیم. رمز بعدیمون واسه یه چیزه دد آیه که کلا تموم نمیشه. الان ببینید میزنم، بعد کلا ببینید هر چقدر نگه دارید از اون پایین کم نمیشه، تموم نمیشه. رمز بعدیمون The Lucky Be Strong Evermore. خب که در مورد استامینتونه که هر چقدر بدوید یا تو آب شنا کنید و اینا تموم نمیشه اون رد و برقی یا همون نفس و جونتون. این واسه اسبتون هم حتی کفایت میکنه. بعدی Guide Me Better. در مورد ددایتونه باز که میتونید لول بندی کنید. ببینید من اینجا 5 تاشو پشت سر هم گذاشتم، هر کدوم از اینا واسه یه لوله. خب بزنید فعال میشه. اینم از این. رمز بعدیمون You Flourish Before You Die. خب
این هر چیزی که حتی کم باشه و اینا رو به فول میرسونه. خب واسه اسبتون و کلا تو شما بگید یه ذره باشه میتون قرمز باشه رو به فول میرسونه. بعدیمون جون بخش لیول های اسبتون رو به فول میرسونه، چه جونش دویدنش اینا همه رو به فول میرسونه. بعدی بدر دن مای داگ در مورد اسبتونه که هر جا سوت بزنید میاد. خب من دیگه اون نشون ندادم، هر جایی مپ باشید سوت بزنید میاد. این رمز بعدی در مورد درانک بودنتونه که فعالش کنید به صورت مس میشید. رمز بعدی ران ران ران، یک اسب چیز میسازه، رندوم میسازه واسهتون که خیلی سرعتش بالاست. اسب بعدی یا رمز بعدی اون که در مورد یه اسب دیگه است، اینو نگاه کنید استادیش کنه، این سرعتش انقدره ولی بالاتر از این هم به شانستون بستگی داره اسپام میکنه. بعدی my kingdom is a horse، در مورد اسب خودتونه که استامینه و جون و همه ایناش فول میشه به کنار، بدوید و اینا هم ازش کم نمیشه. بعدی یه اسب خیلی گنده و جنگی و که جونش اندازه سیه رو اسپان میکنه. الان ببینید خیلی گنده است و فقط همین یه دونه اسپان نمیشه، به صورت خیلی مختلف اسپان میشه و خیلی جونش زیاده. اگه خواستین دعوا اینا برید با همین اسب برید. بعدی در مورد یه واگن 4 نفره است، فکر کن نقشی 2 نفره است. بعدی یه واگن 4 نفره رو اسپان میکنه که من الان اینجا جا نبودش اونجایی که میخواستم اسپان کنم، جای بزرگتر نیاز داشت، برای همین نتونستم نشونتون بدم. رمز بعدیمون یه واگن 1 نفره رو اسپان میکنه که یه اسبم باشه و با اون حرکت بکنین، برین تو شهر پوز بدین و اینا، ایناش نگاه کنین 1 نفر است. بعدی یه دونه هستش که میشن هم لازم نیست برید، ولی این خودش یه میشن داره که در مورد یه یاروست که تو سیرک حیواناشو گم کرده. خب الان میرم مثلا جلوتر اسپانش میکنم. یه آدمی که تو سیرک حیواناشو گم کرده، بعد یکی از واگن‌های اونه واگن شیر است، خیلی واگن خفنیه، پیشنهاد میکنم میشنشو برید. بعدی you want more than you have، این یه سورپرایز هورس واسهتون میاره که اکثرا عربیاناست، یعنی همش عربیاناست که رنگای مختلفی داره، سفید و سیاه و قهوه‌ای و توسی و اینا. you want something new در مورد یه رندوم هورس، شاید خیلی چرت باشه، شاید خیلی خفن باشه، شاید اصلا خوب نباشه، بزرگ کوچیک فرق نمیکنه، رندومه دیگه، شانستون بستگی داره. بعدی you want freedom، این you want freedom در مورد اینه که وقتی وانتد باشید اونو بزنید وانتدتون از بین میره. خب بعدی you want punishment، این وانتدتون رو برمیگردونه، یعنی وانتد میشین پلیس و همه اینا میفتن دنبالتون. ایناش ببینید الان میزنم همین وانتد میشه، دوباره میفتن دنبالتون پلیس و اینا. بعدی you want everyone to go away، خب در مورد بانتی و تمام اون وانتد و ایناست که اگه بزنید کل بانتی ها و وانتداتون از بین میره. بعدی هم you seek more than the world offers، این هم نگاه کنید الان بزنید ددا یا استامینه و دیگه هلفتون همشون چیز میشه، پر میشه. خدافظ، اسم من فرازه، مرسی که ویدیو رو دیدید.